خب نوبت میرسه به قسمت مورد علاقه خودم در پیک شادی، یعنی 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. تشکر میکنم از دوست گرامی پیک شادی سایه سحر، ممنونم بابت مطالب طنزی که فرستاده بودید. همینطور دوست عزیزی که با نام علوی مطالبتون رو ارسال کردین، خیلی خوب بودن، بسیار قابل استفاده بودن. سوری تصاویر جالبت رسید. دوستان گرامی پیک شادی پوران و علی نوبخت، ممنون بابت نکات و تصاویر و کاریکاتورهاتون. سعید صالحی تصاویر با آتش کشیدن مترسک خامنه‌ای رسید، ایده خوبی برای چهارشنبه سوری هم هست. دوست گرامی پیک شادی میترا، طنزهاتون بسیار خوب بودن، امیدوارم که هرچی بیشتر با ما همکاری داشته باشین. دوستان قدیمی پیک شادی که کماکان ما رو با مطالب خوبشون پشتیبانی کردن: رسول امین، فریبرز ممتحن، کریم، ناصر احمدی، دیوید مؤید، حمزه آذرک، ABC، علیرضا افشارچی و ابوالفضل اخباری عزیز. دوست عزیزم کامبیز محمودپور، شعر زیبای تخم مرغ به دستمون رسید، حتما به شکل استفاده خواهیم کرد. دوست گرامی پاتریس نوشتن که در جریان سفر احمدی نژاد به ارومیه، ملا حسنی اومد ازش تقدیر بکنه. گفتش که اگر باری که بر دوش احمدی نژاد است روی خر گذاشته بودن تا حالا مرده بود. اینم تعریف و تمجید به شیوه ملا حسنی. مسعود کنوز هم از قول ملا حسنی باز یک استدلالی رو نوشته این آمریکا هواپیمای بدون سرنشین میفرستد که جاسوسی بکند، فکر میکند پیشرفته است. اگر پیشرفته‌ای و اگر راست میگویی، بیا یک هواپیمای بدون سرنشین بساز که فیروزآبادی توی آنجا بگیرد. نمیتوانی که، پس ما بزرگتریم. مهرداد از اتریش نوشته ای رو برامون فرستاده و گفته که نمیشه فقط از روش خوند، باید عین نوشته رو هم همزمان دید. نوشته که سلام معلم عزیزم، از این که به من ثبات خواندن و نوشتن آموختی ازتون ممنونم. دکتر محمود احمدی نژاد. با این نوشته از محمود احمدی نژاد 120 ثانیه با ایمیل ها رو به پایان میبریم. خیلی ممنون.